بوهمدان رو میبینید. یه لحظه اونجا فرصت هست، گفتم این دروازه‌بان میتونه اشتباه کنه. ارسلان مطهری و حالا گل برای ذوباهن. خدمتتون عرض کردم که باید حساب باز کنن روی اشتباهات علیرضا حقیقی. بازی با پاش اصلا خوب نیست و بالاخره ارسلان مطهری این کار انجام داد، میره و حرکت فابیان بارتزی و لورن بلانی رو انجام میده. البته سر علیرضا منصوریان رو نبوسید، فقط کلاشو در آورد. اینجا ببینید دوباره اومد هنرنمایی کنه حقیقی، اما نتیجه عکسش اتفاق افتاد. یه هنرنمایی خوشگل برای تیم نساجی کرد. اینجا ببینید تیزهوشی خلطبری فوق‌العاده بود. یه بار جا گذاشت مطهری رو، فکر کرد دوباره هم میتونه این کار رو انجام بده، اما دیگه مطهری جا نموند. فرصت هم داشت یه جورایی از دست میرفت برای ذوباهن. تیزهوشی بالای محمد رضا خلطبری باعث میشه که ذوباهن 1-0 پیش بیفته از نساجی.